سلام، من حسین رازانی هستم. امروز تصمیم داریم با همدیگه یه نگاهی بندازیم به تاریخچه بازی کال آف دیوتی از سال 2003 تا سال 2020. ورژن‌های مختلفی که هر سال منتشر شد. طی یه ویدیو بسیار جذاب براتون سال به سال جلو میریم و شما میتونید تفاوت‌های گرافیکی بازی رو و هر سال بهبود اون رو ببینید. با همدیگه بریم روی سیستم و ببینیم که کال آف دیوتی شرکت تولید کننده این بازی چیکار کرده. سال 2003 نسخه اول کال آف دیوتی که شما در قالب نیروهای نظامی ایالات متحده، بریتانیا و شوروی به نبرد با نازی‌ها می‌پرداختید. سال 2005 کال آف دیوتی یا ندای وظیفه 2 که درباره وقایع جنگ جهانی دوم ساخته شد و به عنوان یکی از برترین عناوین بازی درباره جنگ جهانی دوم شناخته میشه. یکی از مراحل بازی هم از فیلم نجات سرباز رایان الهام گرفته شده که یادآور نبرد نورماندیه. سال 2006 کال آف دیوتی 3 یا ندای وظیفه 3 داستان بازی به نبرد نیروهای فرانسوی، آمریکایی، هلندی و بریتانیایی پس از نبرد نورماندی برمیگرده و زمانی که نیروها به دهکده فالز وارد میشن. این بازی از لحاظ گرافیکی پیشرفت داشت، اما خب در هر صورت نسبت به نسخه دوم امتیازهای مناسبی رو کسب نکرد. سال 2007 نسخه چهارم کال آف دیوتی 4 مدرن وارفیر که از داستان جنگ جهانی دوم فاصله گرفت. داستان بازی در سال 2011 اتفاق میفته، جایی که یک رهبر رادیکال رئیس جمهور یک کشور گمنام رو در خاورمیانه اعدام و یک جنبش میاندوستی افراطی جنگ داخلی روسیه رو شعله‌ور میکنه. سال 2008 کال آف دیوتی ورد ات وار یا ندای وظیفه جهان در جنگ. داستان بازی در مورد جنگ جهانی دومه. داستان در مورد درگیری‌های روس‌ها و آمریکایی‌ها با نیروهای ژاپنی هستش و توی این نسخه هوش مصنوعی دشمنان بسیار پیشرفت کرده بود. مثلا سربازای دشمن بعد از آسیب دیدن به سرعت همدیگر رو پوشش میدادن. همچنین برای اولین بار حالت زامبی به این بازی‌ها اضافه شد. سال 2009 ندای وظیفه جنگاوری نوین 2 یا مدرن وارفیر 2 ششمین قسمت از مجموعه ندای وظیفه، دنباله مستقیم ندای وظیفه 4. بازی در افغانستان شروع میشه و دقیقاً از پایان جنگاوری نوین 1 شروع میشه، جایی که سپاه تفنگداران ایالات متحده در تلاش تا شهری را از دست نیروهای جنگ طلب خارج کنه. سال 2010 کال آف دیوتی بلک اوپس یا ندای وظیفه عملیات سیاه. وقایع بازی در طول جنگ سرد و در مناطق مختلف جهان نظیر ویتنام، کوبا، کوهستان‌های برفی روسیه اتفاق میفته. این بازی در 5 روز اولیه خود رکورد فروش 650 میلیون دلاری رو ثبت کرد. سال 2011 ندای وظیفه جنگاوری نوین 3 یا مدرن وارفیر 3 سومین بازی از سری جنگاوری نوین و هشتمین بازی از سری ندای وظیفه. این بازی دارای سبک جدیدی به نام بقا بود که 1 یا 2 بازیکن به شکل تمام نشدنی با موجهایی از دشمن درگیر می شدن و در هر مرحله بازی سخت‌تر از قبل می شد. سال 2012 ندای وظیفه عملیات سیاه 2 یا بلک اوپس 2. بلک اوپس نومین قسمت سری بازی‌های ندای وظیفه است و داستان اون به 2 بخش تقسیم می‌شد. بخشی که ادامه وقایع بلک اوپس 1 بود و بخشی که در سال 2025 می‌گذشت، زمانی که سلاح‌ها پیشرفته‌تر شدند. سال 2013 کال آف دیوتی گوستس یا ندای وظیفه اشباح. ندای وظیفه اشباح در یک چارچوب زمانی متناوب پس از تخریب هسته‌ای خاورمیانه اتفاق میفته. تولید کننده‌های نفت آمریکای جنوبی متحد شده و به سرعت تبدیل به یک ابرقدرت جهانی میشن و به سمت مناطقی از آمریکای مرکزی و کارائیب یورش میبرن. نقش اصلی در این بازی توسط اشباح اتفاق میفته که متشکل از پرسنل آموزش دیده عملیات ویژه آمریکا برای اجرای عملیات مخفی پشت خطوط دشمن طراحی شد.
2014 Call of Duty Advanced Warfare. داستان بازی در سال 2054 شروع میشه، جایی که تفنگداران دریایی آمریکا در حال انجام عملیات در مقابل تجاوزهای کره شمالی به شهر سئول هستند و در بخش گرافیک هم بازی در سال 2014 در IGN رتبه اول رو کسب کرد. سال 2005 کال آف دیوتی بلک اپس 3. داستان بازی در ادامه بلک اپس 2 ساخته شده و این بازی برای پشتیبانی از گیم پلی 4 نفره طراحی شده بود. علاوه بر این بازیکن میتونست ظاهر و لباس شخصیت خودش رو سفارش بده. بازی دارای یه حالت واقع گرایانه بود که در اون بازیکن در صورت اصابت یک گلوله شکست میخورد. سال 2016 ندای وظیفه جنگ‌های بی‌نهایت. داستان بازی در سال‌های خیلی دور اتفاق میفته، جایی که زمین دیگه پاسخگوی نیاز بشر و منابع مورد نیازش نیست و انسان‌ها برای به دست آوردن منابع بیشتر راهی سفرهای دور میشن. داستان از جایی شروع میشه که یک گروه تروریستی SDF نقشه حمله به ژنو رو طراحی میکنه. سال 2017 کال آف دیوتی جنگ جهانی دومین بخش از ندای وظیفه 1 در مجموعه بازی‌های ندای وظیفه است و در جبهه‌های غربی و درباره افراد یکی از شوخه‌های لشکر اول پیاده نظام ایالات متحده و دیگر متفقین از جمله مقاومت فرانسه روایت میشه. سال 2018 ندای وظیفه عملیات سیاه یا بلک اپس 4. هرچند که این بازی از نسخه سوم این سری یعنی ندای وظیفه بلک اپس 3 ساخته شده، اما پیش زمینه داستانی اون مقدمه‌ای بر نسخه پیشین هستش و داستان بازی در سال 2043 اتفاق میفته. سال 2019 ندای وظیفه کال آف دیوتی موبایل عرضه شد. بازی در تاریخ 2 اکتبر 2019 فقط 24 ساعت پس از انتشار به 20 میلیون دانلود رسید و بعد از یک هفته تعداد بارگذاری‌ها به 100 میلیون رسید و این بازی رو به موفق ترین بازی تاریخ موبایل تبدیل کرد. سال 2019 نسخه جنگاوری نوین هم عرضه شد. این بازی هیچ ربطی با سه نسخه جنگاوری نوین قبلی نداره و در واقع یک بازراه اندازی محسوب میشه. این بازی از نظر گرافیک، گیم پلی، داستان و موسیقی مورد تحسین قرار گرفت. سال 2020 ندای وظیفه منطقه جنگی. این بازی نسخه بتل رویال ندای وظیفه جنگاوری نوین سال 2019 که دیگه نیازی به خریدن اون نیست و یه نسخه رایگانه. Call of Duty Black Ops. سال 2020 یه نسخه دیگه از ندای وظیفه منتشر شد با نام بلک اپس کولد وار. این بازی ششمین قسمت از مجموعه بلک اپس و به طور کلی 17مین قسمت از سری بازی‌های ندای وظیفه. داستان بازی در جنگ سرد اواسط 1980 میلادی جریان داره و شما وظیفه دارید یک جاسوس شوروی رو شناسایی و دستگیر کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید تو این روزهای محدودیت کرونایی و خیلی ممنونم که ما همراه هستید.